قید نمودن روز عمومی جهانی حفظ محیط زیست به اون خاطر است که امروز در نزد جامعه جهانی در برابر مسائل گوناگون حل طلب پرابلم اکولوژی نیز در مد اول است. برای ماندن چاله‌بینی‌های گوناگون در شکل آزمون و ویکتوریناها میان نورسان و جوانان در عرصه تجدید این سند برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان، تازگی و زیبایی طبیعت اهمیت کلان دارد. در شهر ترسونزاده چاله‌بینی‌ها بخشیده به روز بین‌المللی حفظ محیط زیست با برگزاری چنین تدبیرها عملی گردید. بخشیده به این روز در تمام مؤسسه‌های شهر زاده آزمون طبیعت سبز، انشای بهترین درباره حفظ محیط زیست و صورتکشی آزمون اعلام کرده شد و بخشیده به این روز تمام مؤسسه‌ها محصول دست خوانندگان خود را پیشنهاد نمودند. از آن جمله خوانندگان رسامی که در شهر ترسونزاده فعالیت می‌نمایند رسم‌های بهترین خود را پیشکش نموده و برای طبیعتی که در شهر ترسونزاده هستند رسم‌های خود را پیشنهاد نمودند. اشتراکگران هنر و مهارت بلند خوانندگان را تماشا کرده به آنها بهای خوب دادند. گذراندن چنین چاله‌بینی که یک نوع رقابت سالم را میان نوسان به وجود می‌آورد و از طرف دیگر فهمش آنها را نسبت به حفظ طبیعت بیدار خواهد کرد. میان محصلین مؤسسه‌های تعلیمی شهر برای دریافت بهترین تصویر طبیعت و بهترین انشای انعکاس کننده حفظ محیط زیست آزمون اعلان کرده بود. غالبان آزمون با افتخارنامه و مکافات‌ها قدردانی کرده شدند. بخش فرهنگی همایش که از طرف خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و کارمندان شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده آماده گردیده از شعر و ترانه‌های وطن دوستانه عبارت بود، چاله‌بینی را باز هم جالب و خاطرمند گردانید.